از عدی بن حاتم پرسان کرد که آیا علما و رهبان شما حلال الله را حرام میکردن و شما از او اطاعت میکردین یا حرام حلال میکردن؟ شما از اونها اطاعت میکردین؟ گفت بلی کار ما میکردیم. پس گفت اینمی هست که شما به عوض الله اونا را شما رب خود و معبود خود قرار دادین. امروز دموکراسی چی میکنه؟ اما چیزی را که الله حلال کرده او را حرام میسازه و چیزی که الله حرام کرده او را حلال میسازه. پس سابق احبار و رهبان معبود ساخته بودن، آل احبار و رهبان نیست، بلکه آل کی هسته؟ آل اونا احبار و رهبان رب خود قرار ندادن، بلکه تمام اعضای پارلمان در نظامهای جمهوریت اینا موقف رب گرفتن و برای مردم حلال و حرام میسازن و این ما و شما میم و سرازی بحث میکنیم. پس دو اساس نظام دموکراسی که نظام جمهوریت است، اولش زمینی بودن قانون است و دومش عدم موجودیت معیار مطلق است. سومش آزادی ها هست. یک کس میتونه صبح یهود شود، دیگر پیشین نصرانی شود، دیگر بره مسلمان شود، شام بره هندو شود. بنابراین کس حق نداره سر از او اعتراض بکنه. آزادی دین است، آزادی گفتار است. یک نفر میخیزه پیغمبر دشنام میته، دموکراسی برش حلال ساخته، میگه پیغمبر دشنام داد، تو هم برو پیغمبر دشنام بدی. اما این جرم میگه نیست، کتاب آسمانی رو در میته، توهین میکنن، پروا نیست در نظام دموکراسی. این حال این آزادی ها اصل سوم دموکراسی است و اصل چهارمش انتخابات است که شما میفهمید که چه قسم انتخابات ها صورت میگیره. این حال علمایی که در مورد دموکراسی تحقیق کردن که آیا دموکراسی یکی از نواقض اسلام هست، در کفر انکار داخل میشه. استاد محمد شاکر شریف یکی از علما هست، چی میگه؟ میگه هذا النظام، یعنی امین نظام دموکراسی یا نظام جمهوری که است، یستحق ان نطلق علیه حکم الطاغوت. میگه این مستحق هزی است که ما نام از این حکم طاغوت بگوییم. بدهن جمهوریت حکم طاغوت است، دموکراسی حکم طاغوت است. و الله متعال میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. تو اول باید به طاغوت کافر شوی، سپس به الله ایمان بیاری. میگه چرا میگه به ما گفتم؟ میگه و معنی ذلك ان یکون الامر و النهی كله لغیر الله. میگه به خاطر ازی که در نظام دموکراسی امر و نهی، جایز و ناجایز، حلال و حرام، احکام کلش مربوط کی هست؟ مربوط به دموکراسی هست و کسایی که در رهبریت قرار دارن، خاص در پارلمان هستن یا رئیس دولت است یا رئیس نظام جمهوریت است یا قانونگذارا هستن، اینا حلال و حرام تعیین میکنن. استاد احمد حسین، این هم یکی از شخصیت های اکادمیک است، این میگه ان عبادت الالهه من دون الله ما زالت قائمه. میگه او مردم عبادت من دون الله بغیر از الله که عبادت میشن، اینا میگه تا امروز هم موجود است. و این تغیرت الاسماء و تباینت الالفاظ. میگه اگرچه نام ها و الفاظ تغییر کرده، الفاظ کلاسیک دور شدن، عوضش الفاظ جدید آمده هست. فالقومیت بدلا من اللات. میگه سابق لات عبادت میکردن، آل قوم پرستی هست. چی لات عبادت کنی، چی قوم عبادت کنی، چی لات پرستش کنه. لات و منات اینا که داشتن در عصر جاهلیت، میگه سابق لات میگفتن، لات پرستی آل قوم پرستی هست. سابق هوبل پرستی میگفتن، آل وطن پرستی میگن. القومیت بدلا من اللات والوطنیت بدلا من هوبل. وطن پرستی بدل چی شد؟ عوض شد از هوبل پرستی.
والديمقراطية بدلا من العزة. والديمقراسی و جمهوریت، نظام جمهوریت و دموکراسی، این پرستش چی شد؟ به عوض عزا. بنابراین در جاهلیت لات بود و منات بود و هوبل بود. اون الفاظ آل تغییر شده، عوضش الفاظ دیگی لکس آمده هست، لکن اونمو کفر است. دکتر ابراهیم بریکان، این هم یک دانشمند است که تحقیقات اکادمیک داره در این راستا. این میگه که و الناس لا یفهمون معنی دموکراطیه، میگه مردم عام معنای دموکراسی رو نمیفهمن. یظنون، گمان میکنن که معنای دموکراسی عدالت است. یعنی وقتی در یک مملکت میگن دموکراسی باشه و جمهوریت باشه، یعنی اینجا عدالت باشه. میگه این نظر کسایی است که دموکراسی رو میگه به شکل سطحی میفهمن، به شکل علمی و اکادمیک نمیفهمن که معنای دموکراسی یعنی ان حکم الله یزال من الارض. دموکراسی و جمهوریت به این معنی که حکم الله از زمین الله برداشته شود و یحکم الناس انفسهم بانفسهم، و مردم خودشان چی کنن؟ خب بالای خود حکم بکنن. حکم از مردم باشه، از جمهور مردم باشه. از این خاطر جمهوریت گفته میشه. قانون جمهور مردم میسازن، نماینده های جمهور میسازن. جمهور مردم نماینده تعیین میکنه و نماینده میشینه و تعیین میکنه که این حلال است، این حرام است، این درست است، این غلط است، این حق است، این باطل است، و این تطبیق میشه. و محکمه گپای از اینا را قوانین از اینا در پوهنتون ها خوانده میشه و در محاکم و در سارنوالی ها همین تطبیق میشه. قاضی باز وقت درست است، قاضی در پوهنده شریعت میخونه، لکن در محکمه مطابق قانون فیصله میکنه، مطابق قرآن و سنت فیصله کرده نمیتونه. شما ببینید میگه که نظر به ماده چند بند نمبر چند ماده چند قانون جزای افغانستان، فلانی شخص که امریکایی ها جنگ کرده بود 20 سال به زندان بره. قاضی ریش داره، لنگی داره، لباس داره، لکن ریشش و لنگیش و لباسش مثل که ابو جهل هم لنگی داشت و ریش داشت و خدا بسیار دیندار میگرفت و در خانه کعبه میامد و خدمت کعبه را میکرد و حجر الاسود بوسه میکرد. این حالا ابو جهل که ضد شریعت الله اونجا فیصله میکرد در خانه کعبه، دشمن الله بود. امروز که باز این قاضی میخیزه و در نظام جمهوریت و دموکراسی قانونی را تطبیق میکنه، الله میگه که فضل الله المجاهدین علی القاعدین، الله مجاهدین بر قائدین فضیلت داده. وقتی که یک مسلمان که یک کافر حربی که تعرض کرده امروز جهاد میکنه، الله بر از او فضیلت داده، این میخیزه او را 20 سال قید میده نظر به قانونی که در جمهوریت است. این حال استاد علی بن نایف شحوذ، این هم یکی از دانشمندهای اکادمیک است، این هم درباره از این بحث میکنه که آیا دموکراسی ایمان انسان نقص میکنه مشکنه نه؟ این میگه که والمجمع علیه، میگه اجماع هست در بین علمای اسلام و ان الدموکراتیه قد اصبحت دینا جدیدا. میگه اجماع علمای اسلام است که دموکراسی فعلا یک دین جدید شده، جای دین گرفته، خودش مثل یک دین شده. لها شرایعها و حدودها من حلال و حرام و شروط الانتماء الیها مثل بقیت الدیانات الاخرى. میگه دین چی هست؟ دین مجموعه‌ای از قوانین هست که از جانب الله تعیین شده. دین دموکراسی چی هست؟ دموکراسی هم مجموعه‌ای از قوانین هست، لکن تعیین کننده از او مردم است. پس دموکراسی آل یک دین شده، آن یک چیز سیاسی نیست، یک دین است. باید بپذیری از نگاه عقیده. شرایع داره، حدود داره، حلال داره، حرام داره، شروطی که کدام مردم ها میتونن دموکرات باشه مثل دیگه ادیان.
دانشمند دیگه که به نام عبدالمجید زعی هست، این هم در راستای دموکراسی یک تحقیق علمی و اکادمیک داره. این میگه که در دموکراسی 50 عیب است، یعنی یک کفر نیست. وقتی یک نفر دموکرات میشه به 50 کفر مبتلا میشه و من نمیتونم که هر 50 از اینا را خدمتتان عرض بکنم. استاد حسن الحسن دانشمند دیگه هست، این میگه که ان الدموکراتیه تتناقض مع جوهر اسلام. میگه دموکراسی به امرای جوهر اسلام در تناقض هست. در سایت موحد، یک سایت هست اینترنتی، در اینجا علمای هستن که به شکل علمی و اکادمیک موضوعات تحقیق کردن و ما از اونا نقل قول میکنم. اونا میگن یا اخ التوحید، ای برادر موحد من، و هو یا اخ التوحید فی الوقت نفسه من اخص خصائص الكفر. میگه امی دموکراسی و نظام جمهوریت از خاصترین خصائص کفر است و شرک و الباطل، و از خاصترین خصائص کفر و شرک و باطل است. الذي يناقض دین الاسلام، که با دین اسلام در تناقض است و با ملت توحید اشد المناقضه و یعارضه اشد المعارضه. خب این علمایی که تحقیقات علمی و اکادمیک داشتن. حالا مثلا بعضی از مفتی های اسلام هستن که از نگاه اسلامی در این راستا فتوا دادن. مثلا یک عالم هست به نام شیخ صالح منجد، این میگه ولا شک، توئی فتوا میده، میگه ولا شک فی ان النظم الدموکراتیه، میگه شک نیست که نظام های دموکراسی احد صور الشرک الحدیثه، یکی از اشکال شرک جدید است. فی الطاعت والانقیاد او فی التشریع، شرک در اطاعت، شرک در انقیاد و شرک در تشریع است. سیست که مثلا در مسائل عبادات، روزه و نماز شرک ناوردن، لکن شرک در اطاعت است. به ایواز اطاعت احکام الله اطاعت احکام غیر الله میشه. بنابراین غیر الله چی شد؟ شریک شد با الله. عالم دیگی به نام ابن باز، شیخ ابن باز، ای چی میگه؟ میگه این فتوا میده، فتوایشان است، میگه الدموکراتیه نظام مخالف للاسلام. میگه دموکراسی نظام مخالف اسلام هست، یعنی کسی که این نظام میپذیره خلاف اسلام پذیرفته و این ایمانش نقص شده. حیث یجعل سلطه التشریع للشعب، میگه به خاطر که اینا قدرت تشریع، صلاحیت تشریع به کی میدن؟ برای مردم میدن. ما مسلمان ها که هستیم صلاحیت تشریع که حلال بر ما الله تعیین کرده، حرام الله تعیین کرده و پیغمبر نه بر ما چی میکنه؟ این تبلیغ میکنه. حق الله تعیین کرده، باطل الله تعیین کرده، جایز الله تعیین کرده، ناجایز الله تعیین کرده، ارزش ها را الله تعیین کرده و پیغمبر نه بر ما این تبلیغ میکنه و تطبیق میکنه و تشریح میکنه و بیان میکنه. این کار الله میکنه، لکن در دموکراسی کی میکنه این کار؟ مردم میکنن که اعضای پارلمان مثل اعضای پارلمان. و علیه بنان الشیخ فتوا میده، میگه فیکون فیه الحکم لغیر الله تعالی. حکم اینجا به غیر الله هست، بلکه للشعب، مردم است و نوابه و به نمایندای مردم هست. از جمله فتاوای بسیار مهمی که صادر میشه در عصر امروز صادر شده در شبکه اسلامی هست. در فتوای 10238 در شبکه اسلامی علمایی که در اینجا مفتی هستند به ریاست دکتر عبدالله فقیه، این میگه که فالدموکراتیه تنافی الاسلام، میگه دموکراسی منافی اسلام است، اسلام نفی میکنه، رد میکنه. فإن الحكم في الاسلام لله وحد، حکم در اسلام مخصوص الله هست به یگانگیش. و اما فی الدموکراتیه، اما در دموکراسی فالحکم للشعب، حکم برای الله نیست، برای مردم هست. الله متعال میگه که این الحکم الا لله، حکم نیست مگر مخصوص الله هست.
امر الله عبادت کرده، امر کرده الله تعبدو که شما عبادت نکنین الا ایاه. یعنی عبادت حکم چی هست؟ که شما اطاعت از شریعت الله بکنین. متوجه هستین؟ بناهن کسانی که معتقد به دموکراسی هستند اینا چی شدن؟ اینا بفهمن که ایمان از اینا، کسایی که باورمند به دموکراسی هستند با اینمی اساساتی که بیان شد، ایمان از اینا نقص میشه و ایمانشان از بین میره و دموکراسی و پذیرفتن اندیشه دموکراسی و جمهوریت یکی از نواقض معاصر است که ما خدمت شما این بحث‌های علما را بیان کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.